با سلام خدمت کاربران محترم دی اسلایدر. در خدمت شما هستم با آموزش نحوه ایجاد هدر در المنتور. خب برای ایجاد هدر در المنتور شما باید حتما از نسخه پروی این افزونه استفاده بکنید. برای شروع وارد پیشخوان وردپرس خودمون میشیم و بر روی قالب ها کلیک میکنیم. خب در اینجا برای گزینه افزودن قالب جدید کلیک میکنیم. نوع قالبمون رو هدر انتخاب میکنیم و یک نام براش انتخاب میکنیم و بر روی ایجاد قالب کلیک میکنیم. بعد از اینکه وارد ویرایشگر المنتور شدیم روی ایجاد کانتینر جدید کلیک میکنیم. ساختار کانتینر خودمون رو انتخاب میکنیم. در اینجا من این ساختار رو انتخاب میکنم. عرض محتوای کانتینرم رو روی تمام عرض تنظیم میکنم. عرض کانتینر اولم رو 20% وارد میکنم. عرض کانتینر دومم رو 22%. کانتینر سوم رو 39% و کانتینر چهارم خودم رو 19% ارزش رو تنظیم میکنم. خب تنظیمات دیگه‌ای که باید اعمال بشه به چه صورت هست؟ روی کانتینر اصلی خودم کلیک میکنم. وارد تب استایل میشم. رنگ پس زمینه اون رو تنظیم میکنم. وارد قسمت جدا کننده میشم و برای بالای کانتینرم از جدا کننده کوه ها استفاده میکنم. رنگشون رو تنظیم میکنم. عرضشون رو 168 پیکسل وارد میکنم و ارتفاع اونها رو 107 پیکسل. وارد قسمت المان ها میشیم. بهتر هست که در قسمت طرح‌بندی چینش موارد رو هم روی وسط قرار بدیم. وارد بخش المان ها میشم و به کانتینر اولم یک تصویر اضافه میکنم. برای کانتینر دومم از یک فرم جستجو استفاده میکنم. برای کانتینر سومم از وردپرس منو و برای کانتینر چهارمم از یک باتن، برای اینکه لینک صفحه ورود و ثبت نام رو به این باتن بدم. خب میام اینجا و باتن رو به در واقع کانتینر آخرم اضافه میکنم. برای تصویر کانتینر اولم من اینجا از این تصویر استفاده میکنم. وارد بخش استایل میشم و ارتفاعش رو 67 پیکسل وارد میکنم. آبجکت فیت رو هم در برگیرنده انتخاب میکنم تا تصویر من به این صورت نمایش داده بشه. میرم سراغ فرم جستجو. سایز فرم جستجو رو یه مقدار کوچیک‌ترش میکنم. میرم سراغ وردپرس منوی خودم رو انتخاب میکنم. الاینمنتش رو روی سنتر قرار میدم. بریک پوینت رو روی حالت عمودی موبایل قرارش میدم تا فقط در حالت موبایل منوی من به حالت همبرگری نمایش داده بشه. گزینه فول واید رو هم براش فعال میکنم. خب میرم سراغ تب استایل. در حالت نرمال تکست کالرش رو تنظیم میکنم. برای حالت هاور هم به همین صورت تکست کالر رو تنظیم میکنم. پوینتر کالر رو هم تنظیم میکنم به این شکل.
در قسمت دراپ داون باز دوباره رنگش رو سفید تنظیم میکنم، بک‌گراند کالرش رو تنظیم میکنم تا منوی من به این صورت نمایش داده بشه. خب میرم سراغ دکمه ورود و ثبت نام خودم. متنش رو تغییر میدم، میذارم ورود و ثبت نام. خب شما لینک صفحه ورود و ثبت نامتون رو میتونید اینجا وارد بکنید. در قسمت بعد براش یک آیکون انتخاب میکنم، مثلا اینجا من آیکون یوزر رو براش انتخاب میکنم. فاصله بین آیکون ها رو یه مقدار بیشتر میکنم و محل قرارگیری رو سمت راست قرارش میدم. وارد تب استایل میشم، رنگ پس زمینه رو تغییر میدم. در بخش تایپوگرافی فونتش رو انتخاب میکنم و فونت سایزش رو تقریبا 13 پیکسل و وزن فونت رو روی 700 قرارش میدم. چیدمان رو هم روی وسط میذارم تا هدر من به این صورت نمایش داده بشه. برای اینکه هدر من یه مقدار زیباتر نمایش داده بشه، روی کانتینر اصلی خودم کلیک میکنم. در تب استایل در قسمت حاشیه یک حاشیه یک پارچه براش انتخاب میکنم. از سمت پایین 1 پیکسل بهش حاشیه میدم و رنگش رو تنظیم میکنم. خب به این صورت هدر ما آماده است. حالا لازمه که هدرمون رو در حالتهای تبلت و موبایل هم ویرایش بکنیم. میریم سراغ حالت تبلت. خب در حالت تبلت ما میخوایم هدر ما به چه صورت نمایش داده بشه. در این حالت قصد داریم که تصویر ما و فرم جستجوی ما در یک سطر قرار بگیرن و منوی ما و دکمه ورود و ثبت نام در زیر اونها در سطر بعدی نمایش داده بشن. برای این کار عرض کانتینر تصویرم رو 19% وارد میکنم. عرض کانتینر فرم جستجوی خودم رو 81% وارد میکنم. برای اینکه اینها بعد از اینکه 100% شد به سطر بعدی منتقل بشه، باید روی کانتینر اصلی طرح‌بندی گزینه ورک رو براش فعال کنم. خب روی کانتینر منوی خودم کلیک میکنم، عرض اون رو 73% قرار میدم و برای دکمه عرضش رو 27% تنظیم کنم تا هدر من در حالت تبلت به این صورت نمایش داده بشه. خب میریم سراغ حالت موبایل. در حالت موبایل چیدمان ما به چه صورت باشه خوب هستش؟ تصویر ما در بالای هدر نمایش داده بشه، فرم جستجو زیر تصویر، منوی همبرگری ما در واقع سمت راست زیر سرچ نمایش داده بشه و روبروی اون دکمه ورود و ثبت نام قرار بگیره. برای این کار روی کانتینر تصویر کلیک میکنم. خب ارزش رو همون 100% وارد میکنم. روی تصویرم کلیک میکنم، چیدمانش رو سمت چپ قرار میدم و ارزش رو در اینجا وارد میکنم. به این صورت. خب میرم سراغ فرم جستجو. فرم جستجو هم همون ارز 100% خوبه براش. میرم سراغ کانتینری که منوی من در اون قرار داره.
و در اینجا ارز اون رو 23% وارد میکنم و دکمه ورود و ثبت نام رو هم ارزش رو 77% وارد میکنم. دکمه ورود و ثبت نام رو چیدمانش رو هم در حالت موبایل سمت چپ قرار میدم تا هدر من به این صورت نمایش داده بشه. خب حالا بذارید تا هدر خودمون رو منتشر بکنیم و ببینیم که در وبسایت ما به چه صورت این هدر نمایش داده میشه. برای گزینه انتشار کلیک میکنم. در اینجا دقت داشته باشید که حتما گزینه اد کاندیشن رو وارد بکنید و کاندیشن شما include entire site باشه تا در تمام صفحات وبسایت شما هدرتون نمایش داده بشه. اگر این شرط رو وارد نکنید هدر شما در وبسایتتون نمایش داده نخواهد شد. روی گزینه Save and Close کلیک میکنم. منتظر میمونم تا هدر من منتشر بشه. خب حالا برمیگردم به وبسایت خودم و یک بار دیگه این صفحه رو رفرش میکنم و به همین زیبایی هدر وبسایت خودم رو با استفاده از المنتور ایجاد میکنم. برای اینکه هدر ما یک حالت شناوری داشته باشه و همیشه در بالای صفحه نمایش داده بشه، شما میتونید روی کانتینر اصلی خودتون کلیک بکنید، در حالت پیشرفته وارد قسمت موشن افکت بشید و استیکی رو روی تاپ تنظیم بکنید. در این صورت هدر شما به صورت شناور در بالای صفحه نمایش داده میشه. یک بار دیگه صفحه رو رفرش میکنم و میبینیم که هدر ما به صورت شناور در بالای صفحه برای ما نمایش داده میشه. الان اگر در حالت موبایل هم هدرمون رو بررسی بکنیم میبینیم که هدر ما به خوبی نمایش داده میشه. خب ممنون که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم این ویدیو برای شما مفید بوده باشه. موفق و پیروز باشید.